سلام خدمت دانشجویان عزیز. اینجا بخش دوم از تدریس مدارهای منطقی یا همون سیستم های دیجیتال هستش و من نیایش صمدی هستم. در ادامه میخوایم راجع به تبدیلات مبنایی صحبت بکنیم. یه فلشبک بزنیم به سه قسمت قبلی. قسمت قبلی چیا یاد گرفتیم؟ یاد گرفتیم که مبناها کلاً چیا هستن. یاد گرفتیم که چه مبناهایی وجود دارن و از چه عدد تا چه عددی این رقم‌هاش تشکیل میشه. و در ادامه فهمیدیم که اگه صورت سوالی به ما بدن تحت عنوان بزرگترین عدد n رقمی در مبنای R رو بتونیم به دست بیاریم. حالا اینجا میخوایم راجع به تبدیلات مبنایی صحبت بکنیم. اصلا چرا من به تبدیلات مبنایی نیاز دارم؟ ببینین، ما میدونیم که کامپیوتر مبنای 2 کار میکنه، یعنی 0 و 1. پس اگه من توی دنیای اینجا تو دسیمال خودم یه عددی رو تعریف کنم، مثلا 9، نباید بدونم که توی کامپیوتر قرار این 9 چطور تعریف بشه؟ مثلا شما اومدی و داخل کامپیوتر یه عدد 0 و 1 رو به دست آوردی. نباید بدونی که توی دنیای الان یعنی دسیمال چطوری اون عدد تعریف میشه؟ یا اصلا نه، یک مبنای 5 داری، میخوای بری به مبنای 2 برای خود سیستمت. اینم نیاز به تبدیل مبنایی داره. پس الان فهمیدم تبدیلات مبنایی رو من برای چی نیاز دارم. برای اینکه به خواسته خودم برسم، برای اینکه بدونم که زمانی که به یه مبنایی نیاز داشتم چطوری بتونم از یک مبنای دیگه‌ای بیام برسم به این مبنایی که میخوام. برای اینکه این کارو بکنین کلا ما یک نقشه راه داریم که 3 تا راه بیشتر نداره. خارج از اینم نیست. اولین مسیر اینه که من بخوام از مبنای 10 برم به یه مبنایی. این مبنا معلوم نیست که چیه. میتونه 2 باشه، 3 باشه، 5 باشه، هر مبنایی میتونه باشه. ولی شرط اینه که من از 10 بخوام برم به این مبنا تا بتونم ادامه این راه رو برم. فرمت بعدی اینه که من از یک مبنایی مثلا 2، 3، 4، 12، 26 بخوام برم به مبنای 10. پس این فرمت رو اگه دیدین از یک مبنایی خواست بره به مبنای 10، از این مسیر میرین جلو. مسیر بعدی اصلا توش 10 وجود نداره، از یک مبنایی میخوام برم به مبنای دیگه. مثلا از مبنای 2 میخوام برم به 5، نه از 3 میخوام برم به 9. فرقی نمیکنه. پس از این 3 تا راه خارج نیست. میخوام راجع به اولین راهش با هم دیگه صحبت بکنیم و در بخش‌های دیگه میایم راجع به راه‌های دیگه‌اش صحبت میکنیم. مسیری که الان میخوایم پیش بگیریم طبق صورت سوال بهمون گفته که میخواد یه عددی که در مبنای 10 بره و برسه به مبنای 2. پس من بعد نقشه راهی که از مبنای 10 میخواد بره به یه مبنای دیگه‌ای رو انتخاب بکنم دیگه. چیکار میکنم؟ روشش اینه که از تقسیم‌های متوالی و ضرب‌های متوالی استفاده کنم. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه من یک روشی دارم به نام تقسیم متوالی و ضرب متوالی. اینا یعنی چی؟ یعنی که اول تو به صورت سوالت نگاه کن، فرمت عددت. اگه دیدی بخش صحیح داره، میای تو قسمت تقسیم متوالی. اگه دیدی بخش اعشاری هم داره، خب یک بخش دیگه هم به کارات اضافه میشه. بعد ضرب متوالی هم بعد انجام بدی. حالا اصلا اینا یعنی چی؟ اول از همه که 42 خب بخش صحیح دیگه، اعشاری که نداره. پس یعنی من باید بیام تقسیم متوالی انجام بدم. تقسیم متوالی قضیهش اینه که من باید این عددی که اینجاست رو هی تقسیم بکنم. اما به چی باید تقسیم بکنم؟ باید به چیزی که میخواهد تبدیل بشود تقسیم بشه. یعنی باید 42 هی تقسیم بر 2 بشه. پس میایم 42 رو تقسیم بر 2 میزنیم. اینجا خیلی مهمه. اگه من 42 رو تقسیم بر 2 بکنم، برای من خارج قسمت میشه عدد 21. اما برای من 21 تنها مهم نیست. چیزی که برای من اینجا مهمه و جواب من میشه در واقع باقی مونده های این تقسیمه. میام چیکار میکنم؟ خب 21 اگه عددی که میخواد به دست بیاد اینجا میشه 42، باقی موندهش میشه 0. چیکار میکنید؟ باقی مونده رو نگه میدارید. دور باقی مونده خط میکشم. دوباره 21 تقسیم متوالی به چند؟ 2. پس دوباره میاد 21 تقسیم بر 2 میشه. اینجا میشه عدد 10 برای خارج قسمت. باقی موندهش میشه چند؟ میشه عدد 1. پس 1 رو مینویسم و
باقی مونده رو نگه میدارم. حالا ادامه میدم. از کجا بدونیم باید کی این کارمون رو تمام کنیم و کی باید ادامه بدیم؟ زمانی که خارج قسمتی که به دست میاد کوچیک‌تر باشه از چیزی که میخواد بهش تقسیم بشه، جاییه که من باید دست نگه دارم و دیگه ادامه ندم این تقسیممو. الان نگاه کنید، عدد 10 قراره تقسیم بر چی بشه؟ تقسیم بر 2 بشه. اینجا من باید سوال بشه برام ادامه بدم تقسیم و ادامه ندم. خب میگم که این عدد 10 میتونه تقسیم بر 2 بشه؟ آره، چون که کمتر از 2 که نیست. پس دوباره تقسیم رو انجام میدیم. اینجا میشه عدد 5 و اینجا میشه 10 و باقی مونده رو نگه میدارید. نگین صفر نگه ندارین، صفر بودم نگه میدارید چون جزئی از اون عددتونه دیگه. خب 5 باید تقسیم بر 2 بشه. ادامه بدم یا ندم؟ ادامه میدم، چون 5 میتونه تقسیم بر 2 بشه و کمتر از 2 نشده. پس اینجا میشه 2 و اینجا 4 و باقی مونده که میشه 1 رو نگه میدارم. 2 میخواد تقسیم بر 2 بشه. ادامه بدم؟ میتونه تقسیم بشه دیگه. قرار شد که اگه کمتر از اون چیزی که میخواد بهش تقسیم بشه اتفاق بیفته من دیگه دست نگه دارم. الان 2 میتونه تقسیم بر 2 بشه، پس ادامه میدم. اینجا میشه 1 و اینجا میشه 2 و اینجا باقی مونده میشه 0. شد 1 خارج قسمت تقسیم بر 2. میتونم 1 رو تقسیم بر 2 کنم؟ میتونین تقسیم بر 2 کنین، اما اعشاری به دست میاد. زمانی که این اتفاق میفته و میگیم که این خارج قسمته کوچیکتر میشه از اونی که میخواد بهش تقسیم بشه، جایی که شما باید دست نگه دارید. پس دیگه من این تقسیم رو پاک میکنم و نمینویسم، اما آخرین خارج قسمتی که حاصل میشه رو نگه میدارید. پس الان من این 1 رو هم نگه میدارم. مرحله اول تموم شد. تقسیم‌های متوالیتون رو انجام دادین. حالا باید چیکار کنید؟ این چیزایی که دورش خط کشیدین رو بنویسین دیگه، جوابتونه. اما باید به چه ترتیبی اینا رو بنویسین؟ زمانی که تقسیم‌های متوالی انجام میدین، ترتیب نوشتن اعدادی که حاصل میشه باید برخلاف جهتی باشه که به دست اومدن. یعنی باید از آخرین خارج قسمت به اولین باقی مونده که به دست آوردین عدد رو بنویسین. پس الان نگاه کنین، ترتیبش میشه به این حالت. میشه 1 0 1 0 1 0. حالا مبناش چیه؟ مبناش شد مبنای 2 چیزی که ما میخواستیم. پس کلن کار من چی شد؟ تعیین کردم که این قرار از چه مبنایی بره به چه مبنایی. گفت از مبنای 2 میخواد بره به مبنای 2. پس الان میدونم که فرمت سوالم اینه، از 10 رفته به 2، پس باید از تقسیم متوالی یا ضرب متوالی استفاده کنم و گفتم اگه بخش صحیح بود تقسیم متوالی، اگه بخش اعشاری هم داشت میان ضرب متوالی استفاده میکنن. این چون بخش اعشاری نداشت من فقط تقسیم متوالی برام جواب بود. اومدم 42 رو تقسیم های متوالی زدم به چی؟ به چیزی که میخواد تبدیل بشه، به 2 میخواست تبدیل بشه. پس 42 هی تقسیم بر 2 شد. بعد چیکار کردم؟ باقی مونده ها رو از این تقسیم ها نگه داشتم و ادامه دادم تا زمانی که خارج قسمته شد کوچیکتر از چیزی که میخواد بهش تقسیم بشه، شد 1. پس اومدم آخرین خارج قسمت رو نگه داشتم و همه باقی مونده ها رو هم نگه داشتم و اومدم از اون خارج قسمت آخریه نوشتم این رقم ها رو تا اولین باقی مونده و عددی که حاصل شد برای من عددی در مبنای 2 بود. حالا به یک مثال بزنیم برای عددی که بخش صحیح داره و بخش اعشاری داره که ضرب متوالی رو هم بهتون نشون بدیم. خب در ادامه قرار بر اینه که یک مثالی در ارتباط با اینکه هم بخش ضرب متوالی رو داشته باشیم هم بخش تقسیم متوالی رو داشته باشیم صحبت بکنیم. خب برای اینکه این طور سوال برای ما پیش بیاد ما باید یک بخش صحیح داشته باشیم، یک بخش اعشاری داشته باشیم. برای بخش صحیح بیایم تقسیم متوالی بزنیم، برای بخش اعشاری بیایم ضرب متوالی بزنیم. خب قسمت تقسیم متوالی رو که اوکییم دیگه، بلدیم دیگه. باید 57 تقسیم بر چی بشه؟ چیزی که میخواد تبدیل بشه، یعنی 2. یعنی 57 تقسیم بر 2 که در اینجا میشه 28 و اینجا میشه 56. باقی مونده رو نگه میدارم که باقی مونده میشه 1. دوباره 28 تقسیم بر 2 ادامه بدیم.
بله، چون که 28 میتونه به 2 تقسیم بشه. پس 28 تقسیم بر 2 اینجا میشه 14 که اینجا میشه 28. باقی مونده رو نگه میدارم. 14 تقسیم بر 2 تقسیم میتونه بشه 7 2 تا 14 تا، باقی مونده 0 نگه میداریم. 7 تقسیم بر 2 که میشه 3 2 تا 6 تا، باقی مونده 1 نگه میدارم. 3 دوباره تقسیم بر 2 انجام میشه چون که 3 میتونه به 2 تقسیم بشه. پس اینجا میشه 1، اینجا 2، باقی مونده میشه 1 و نگه میدارم. 1 تقسیم بر 2 انجامش بدم؟ نه، چون که 1 اگه تقسیم بر 2 بشه خب اعشاری میسازه و همچنین 1 از چیزی که میخواد بهش تقسیم بشه یعنی 2 کوچیک‌تره. پس دست نگه میدارم. پس اینجا این تقسیم انجام نمیشه و آخرین خارج قسمت یعنی 1 رو هم نگه میدارم. ترتیب نوشتن عددهایی که دورش خط کشیدیم از آخرین خارج قسمت به اولین باقی مونده. پس الان من بخوام برای بخش صحیح بیام و بنویسم تبدیلش چطور میشه. اولین 1 اینجا، بعد 1 1 0 0 و اون یکی اولین باقی موندم رو می‌نویسم و اینجا میشه بخش صحیح ماجرا که مبناش هم 2 هستش. حالا بیاییم برای بخش اعشاری عددیمون که میخواد تبدیل به مبنای 2 بشه صحبت بکنیم و باید از ضرب متوالی استفاده بکنیم. خب من این موارد رو برای شما پاک میکنم که ضرب متوالی رو روش پیاده بکنیم. ضرب متوالی عدد اعشاریمون، بخش اعشاری باید بیاد و ضرب بشه. پس من بخش اعشاریم رو اینجا داشته باشم. باید ضرب بشه. به چی باید ضرب بشه؟ همونطور که ما برای تقسیم گفتیم که به 2، به چیزی که میخواد تبدیل بشه باید ضرب بشه، تقسیم بشه. ببخشید اینجا هم باید به چیزی که میخواد تبدیل بشه باید ضرب بشه، یعنی باید ضرب در 2 بشه. پس این عدد ضرب در 2 به من میده 1 و 25 صدم. اینجا مرحله بعدی میخوای بری دیگه، میخوای بیای ضرب رو ادامه بدی. میای چیکار میکنی؟ میای میگی که من بخش صحیح رو نگه میدارم، دورش رو خط میکشی. مرحله بعدی که خواستی بری این بخش صحیح رو صفرش کن، اعشاریه رو ببر مرحله بعد. پس مرحله بعد چی باید ضرب در 2 بشه؟ 25 صدم باید ضرب در 2 بشه. فهمیدی چی شد؟ خواستی بری مرحله بعد بخش اعشاریش رو میبری واسه مرحله بعدی، بخش صحیح رو نگه میداری و دورش خط میکشی چون جوابت میشه بخش صحیح که به دست اومده. خب حالا 25 صدم باید ضرب در 2 بشه. اینجا ضرب در 2 رو انجام میدی، به تو میده نیم. چقدر بد شد. بعدی رسیدیم باید 25 صدم ضرب در 2 بشه. اینجا ضرب رو که انجام میدی بهت میده نیم. حالا قرار بر این شد بخوای بریم مرحله بعد بیای بخش صحیح رو نگه داری، صفرش بکنی و بعد بفرستی مرحله بعد بخش اعشاری رو. خب اینجا چون که نیم خودش بخش صحیحش 0 بوده عملا چیزی معلوم نمیشه که اومدی صفرش کردی و فرستادی مرحله بعد. ولی خب بازم اینجا چیزی که منتقل میشه انگار چی بوده؟ نیم بوده و نیم باید ضرب در 2 بشه. اما سوال پیش میاد من کی باید این ضربامو متوقف کنم و کی باید دیگه ضرب متوالی رو انجام ندم؟ بیاین بهتون بگم. نگاه کنین کلا به قول مثال 3 تا انگار فرمت به وجود میاد که شما باید این ضربه رو دیگه بذاری کنار و انجامش ندی. حالت اولی که به وجود میاد اینه که کلا صورت سوال بهت میگه که مثلا بیا و با دقت 1000م یا با دقت 100م 10م بیا این سوال رو جواب بده و به دست بیار برای من. خب وقتی صورت سوال بهت میگه که با دقت 1/10 بیا و این رو حساب بکن تا یک رقم اعشار رفتی جلو دیگه متوقف میشی. حالت بعدی که ممکنه به وجود بیاد اینه که تو میای و داخل این ضربایی که انجام میدی بخش اعشاری که حاصل میشه 0. الان مثلا اینجا رو نگاه کن. الان نیمو بیار ضرب متوالی باز بزن. باز باید نیم ضرب در چی بشه؟ ضرب در 2 بشه دیگه. ضرب در 2 که میشه به تو عدد 1 رو میده و بخش اعشاری عملا وجود نداره. بخش اعشاری میشه 0 و بخش صحیح رو نگه میداری.
زمانی که بخش اعشاری تو رسید به 0 جاییه که تو دیگه متوقف میشی، چون عملا این ضرب ادامه دادنش بیفایده است دیگه. تو 0 رو ضرب در 2 کنی، خب جوابش به 0 میده. پس یکی از حالتهای دیگهش این بود که به 0 برسه بخش اعشاریت. یکی دیگه از حالتاش چیه؟ اینه که تو میای این ضربه رو انجام میدی، دوباره و مجددا یه ضربی هی تکرار میشه و تو به دوره تناوب میفتی و به دوره توالی میفتی، انگار به قول معروف. نگاه کن اینجا چه اتفاقی مثلا میفته. تو فکر کن که اینجا خیلی فرضی اگه بخوایم فکر کنیم، اومدی یه ضربی رو انجام دادی و این ضربه حالا 25 صدم نباشه، چی باشه؟ دوباره این باشه. خیلی چیز عجیبی شد. بذارین یک مثال دیگه براش بزنم. خب بعد اینجا یک بعد نگه داریم، 6 دهم ضرب در 2 الی آخر. خب فکر کن اولین ضربی که اینجا داشتی انجام میدادی بوده 6 دهم ضرب در 2. بذارید من ضربشو کامل بنویسم. خب این از این. ببینین اینجا من در اول میخواستم 6 دهم رو بیام و ضربای متوالی روش بزنم. اینجا 6 دهم ضرب متوالی به 2 انجام شد 1 و 2 دهم. یکش رو نگه داشتیم، مرحله بعدی اومد 2 دهم ضرب در 2 شد 4 دهم. 4 دهم ضرب در 2 شد 8 دهم و دوباره 8 دهم ضرب در 2 شد 1 و 6 دهم. یکش رو نگه میداریم، 6 میره بعدی. ببینین 6 دهم دوباره ضرب در 2 شده. اول کار 6 دهم ضرب در 2. دوباره این ضرب رو دارین میبینین. پس زمانی که شما یه ضربی رو انجام دادی قبلا، دوباره اون ضرب رو میبینی، یعنی یه دوره تناوبی رخ داده، اونجا هم جاییه که تو دیگه نباید ضرب رو ادامه بدی، باید متوقف بشی. پس تا حالت رو من بهتون گفتم که ضربای متوالیتون رو کلا بذارین کنار. خب ما برگردیم واسه یه مثال قبلی خودمون که داشتیم حل می‌کردیم. بود این عدد ضربای متوالی به 2 1 و 25، 1 رو نگه داشتم، 25 ضرب در 2 شد نیم، 0 رو نگه داشتم، دوباره شد نیم ضرب در 2 شد 1، 0 1 رو نگه داشتم. عددهای صحیح رو نگه داشتم. حالا ترتیب عددهایی که شما نگه داشتی چطوری باشه؟ من از پایین بیام به بالا این عددا رو بنویسم یا از بالا به پایین بیام این عددا رو بنویسم؟ ما رو تقسیم اینطوری بود دیگه، می اومدم برعکس چیزایی که به دست آوردم می نوشتم. اما برای ضربای متوالی اینطوری نیست. ضربای متوالی باید از اولین چیزی که به دست آوردی تا آخرین چیزی که به دست آوردی رو یادداشت بکنی. پس بیام در ادامه این عددی که به دست آورده بودم برای بخش صحیح میام می نویسم بخش اعشاریشو، میام اعشار میذارم. 1 از اینجا برداشتم، از بالا برداشتمش نه از پایین. 1 0 1 در مبنای 2 مبنا رو هم میذاریم و این هم بود از تبدیل مبنایی که قراره از مبنای 10 بره به یک مبنایی که در اینجا رفت به مبنای 2 و در ادامه برای اینکه نقشه راهمون رو برای تبدیلات مبنایی کامل تر بکنیم در ادامه در بخش‌های بعدی همراه شما هستیم و اگه سوالی در ارتباط با این تبدیل مبنا بود خوشحال میشم که در کامنت ها با ما همراه باشین.